هیچی یوتیوب، حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. همونجوری که بهتون قول دادم اومدم توی ولای خفن در واقع سفر رو بگیرم. دیشب که کل راهو توی اتوبوس بودم و حالا حدود چند ساعتی که برای استراحت اومدیم به یه هتل توی تهران و برای شبم پرواز داریم به ازمیر ترکیه. میخوام ثانیه به ثانیه‌اش براتون ویدیو بگیرم. قرار این مدت خیلی ویدیوهای خفنی داشته باشیم از جاهای خفن ترکیه. سابسکرایب، لایک و کامنت ویدیو یادتون نره چون خیلی خیلی بهم کمک میکنه. اگه انتقادی دارید، نظری دارید توی کامنت ها برام بنویسید، حتما انجامش میدم. و اینکه میریم برای ویدیومون. خب الان حدود چند ساعتیه که اومدیم توی لابی خانواده نشستن. هتل واقعا فضاش قشنگه که میخوام بهتون نشونش بدم. بریم تو. مقصه بجو ببوس دستانم با سرباز سورانشو وقتی که دیگه خواستیم بریم نهار بخوریم براتون میندازم. اسمت هایی از لابی رو فیلم بودیم با ما همه باشه. چیزای سوقات آقا من چیزی که خیلی دوست دارم، بهش علاقه دارم، وسایل این در واقع مغازه هایی که چیزای سوقاتی که شده میشن. وقتی میره توی مغازه مثلا میگه که فلان چیز چه قیمته، بعد آقا قیمتش خیلی بالا هست، بعد میگه فلان چیزم دارید، طرف میگه آره. حالا یه جوری میخوای در بری بگی که من نمیخوام، یارو همه چی داره، همه چی داره، یعنی تو هر چیزی که بخوای توی مغازه گفتی باید پیدا بشه. مبلای بنفش در اینجا یک بچه اسکول داریم. اسکول اینه از جانور انسان، اختلال روانی. الان دیگه کم کم میریم که نهار بخوریم. او یا نهار سفارش دادم. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it, 'cause you make me love my imperfections. 3 بار گیر داده که من اینو بکنم سرم. منم اصلا بلد نیستم بکنم سرم واقعا هیچ وقت. مسافرین محترم، پرواز 601 هواپیمای لوفتانزا به مقصد فرانکفورت. Ladies and gentlemen, your safety is of utmost importance for Iran Air.
پیج یوتیوب ممنون که تا اینجای ویدیو رو همراه من بودید. حدود ساعت 3 صبح پنجشنبه در واقع وارد جمعه شدیم که توی فرودگاه ازمیر ترکیه هستیم. خیلی خوابم میاد و خستم. ممنون که ویدیوی منو نگاه کردید. لایک کنید و کامنت بذارید. سابسکرایب یادتون نره. منو دنبال کنید چون خیلی بهم کمک میکنه. قراره که ولاگای خفنی داشته باشیم. دوستتون دارم. خداحافظ.